اگرچه مبارزه با کروپس تاجیکستان خبر داد که تفتیش پیشکی پرونده سعدالله حسنزاده رئیس همکنون سابق جماعت دهات نورین نویه یوون را انجام داده بعد تصدیق فکر عیبدارکنی برای بررسی به دادگاه سپردند. حسنزاده بر اساس دو ماده کودکس جنایتی تاجیکستان ماده 338 علاوه 1 قسم 2 بند و به غیر قانونی دادن قطعه زمین با سوء استفاده از منصب و ماده 247 قسم 4 بند به قلابی به مبلغ مخصوصا بزرگ عیبدار می شود. مرکز مطبوعاتی اگنسی مبارزه با کروپسیا گفت حسنزاده سعدالله حسن در وظیفه رئیس جماعت دهات نورین نویه یوون کار و فعالیت کرده. در دوره فعالیت کاریش با روی فریب به سوء استفاده باوری از شهروندان برای جدا کرده دادن قطعه زمین نزد ابلیگی به مساحت 0.29 هکتار در مجموع 26,000 سومون طلب نموده گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده است. برای رئیس همکنون سابق جماعت نورین برای قلابی همچون جزا جریمه به اندازه از 1460 تا 2190 نشانگنده برای حسابها و یا از 8 تا 12 سال زندان تهدید میکند. برای غیر قانونی دادن قطعه زمین به سعدالله حسنزاده جریمه به اندازه از 912 تا 1460 نشانگنده برای حسابها از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. ولی تجربه سودی در تاجیکستان نشان میدهد که منصبداران برای زمین فروشی به دست افتاده در اکثر موردها با پرداخت جریمه از جوابگری خلاص میشوند. فروش قطعه‌های زمین برای ساختمان خانه استقامتی و یا انشاءات تجارتی در تاجیکستان به یکی از رشته‌های از همه فسادزده تبدیل یافته است. دادستان کل تاجیکستان گفت تنها در نیمه اول سال 2021 مقامات حفظ حقوق قریب 9000 هکتار قطعه زمین غیر قانونی تقسیم شده را به حالت اولش برگردانیدند. رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گردیزی تاجیکستان عارف خواجه‌زاده ماه ایول در نشست خبریش اعتراف کرد که زمین امروز موضوع بحث رقم 1 شده است.